عبدالرضا داوری نوشته: آقای رئیس جمهور، آقای وزیر کشور، آقای وزیر ارشاد، مدیران استانی زیر مجموعه شما به یک عنصر ضد ایرانی و تجزیه طلب تقدیرنامه و پژوهش داده اند، در حالی که سزای ضدیت با ایران و تجزیه طلبی فقط و فقط سرب داغ است. اگر غیر از این فکر میکنید بگویید تا ایرانیان تکلیفشان را با شما بدانند. ترک‌ها صلح را انتخاب کردند. فاشیست‌های ایرانی ترور و جنگ را به منطقه تحمیل می‌کنند. علیرضا داوری یک هنرمند ترک را به قتل با سرب داغ گلوله تهدید کرد. جایگاه شغلی این فارس به علاوه فاشیست، نقش او و امثال او در سیاست‌های فاشیستی بر ضد ملل ترک آذربایجان، ترک قشقایی، ترک ترکمن، عرب، بلوچ و را برملا می‌کند. داوری فاشیست و ضد ترک، مدیر کل پژوهش و قائم مقام مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، معاون خبر ایرنا، مدیر مسئول روزنامه شهروند، مشاور وزیر کشور، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور، استاد دانشگاه تهران، مدیر عامل مؤسسه صندوق بازنشستگی صنایع مثل ایران بوده است. فاشیست‌ها بدانند آنانی که ترک‌ها را به سرب و داغ و گلوله تهدید می‌کنند روزی به رگبار خشم ترک‌ها بسته خواهند شد و تاوان تهدید ترک‌ها را خواهند داد. ترک‌ها انتقام از دشمن را فراموش نمی‌کنند. من انصاف علی هدایت ایمان و اطمینان دارم که فاشیست‌ها در یک جنگ علنی با ترک‌ها به سر می‌برند. آنها از یک سو در این جنگ از برخی از ترک‌ها بر علیه جبهه ترک حمایت می‌کنند، همانطور که صدام حسین از شوهر خواهر علی خامنه‌ای و مجاهدین در عراق پذیرایی می‌کرد و ایران هم از صدها هزار کرد و شیعه عراقی پذیرایی می‌کرد. از سوی دیگر جوانان جسور ترک را دستگیر و روانی زندان می‌کنند تا حس جسارت در مقابله با فاشیست‌ها را در ترک‌ها بکشند. از طرف دیگر تا به تحمل نقاشی و خط ترک در یک شهر ترک را ندارند و هنرمند ترک را به قتل تهدید می‌کنند. جبهه فاشیست‌های پانفارس در این جنگ با کردهای تروریست و ارمنی‌های اشغالگر متحد شدند. هر سه متحد در جبهه فاشیسم مسلح هستند و ترک‌ها را به کشتار و قتل عام تهدید می‌کنند. حال آنکه فارس‌ها با حمایت همه جانبه مسیحیت وطن ترک‌ها را اشغال کرده، کردها هم مانند ارمنی‌ها به اشغال وطن ترک‌ها می‌اندیشند. عجیب آنکه هر سه عضو جبهه فاشیستی ضد ترک نه تنها اشغالگری را سیاست خود کرده اند، بلکه نسبت به سرزمین‌های خیالی و آرمانی همدیگر ادعای ارضی دارند. به نظر می‌رسد هر سه فراموش کردند که اگر ترک برخیزد که برمیخیزد، امپراتوری تأسیس می‌کند. تاریخ جهان شاهد این مدعاست. ای که با ترک‌ها دشمنی می‌کنید، روزی تهدیدهایتان را با توپخانه‌های ترک‌ها جواب خواهیم داد و وطن در اشغالمان را از زیر چکمه‌های اشغالگر شما آزاد خواهیم کرد. این حقیقتی انکارناپذیر است که ما ترک‌ها خواهان صلح و آرامش هستیم. به همین دلیل هم تاکنون مسلح نشده ایم، دست به ترور نزده ایم. ای فاشیست‌های تا دندان مسلح و اشغالگر، صلح طلبی ترک‌ها را به حساب ترس ترک‌ها نگذارید. آن روز خواهد رسید و ترک‌های اسیر در ایران جعلی و جدید برای دفاع از جان و از وطن خود دست به سلاح برده به تهدیدهای مسلحانه شما با آتش مقابله کرده جواب خواهند داد. فعلا هر سه شما در این منطقه از جهان
بر طبل جنگ طلبی بزنید و بر بوق ترور بدمید و صلح را دست نیافتنی بکنید. البته که ترک ها برای دفاع از خود و وطنشان آماده می شوند. بدانید که بوی جنگ و بارود و خون را شما در فضای منطقه پخش می کنید. ما ترک ها شاخی زیتون صلح را در دست گرفته ایم. صلح و آرامش و دوستی و رفاه را فریاد می زنیم. شاخه زیتون در دست ترک ها نشانه ترس ترک ها از جنگ و کشتن و کشته شدن نیست، نشانه تمایل ترک ها به صلح و صبر ترک هاست. اما کاسه صبر ترک ها لبریز می شود و ممکن است در یک لحظه منفجر بشوند و پاسخ تهدیدها و ترورهای شما را با سلاح گرم بدهند. چرا که ترک ها می دانند که عاقبت هر جنگی به صلح منجر می شود و با صلح به پایان می رسد. ترک ها آگاه هستند که جنگ ها فقط منابع مالی و انسانی را از بین میبرند و جنگ ها مجبورند دوباره به پروسه صلح برگردند. داوری ترک ها صلح را انتخاب کردند. امثال شما ترور و جنگ را به این منطقه تحمیل و تزریق میکنید. انصاف علی هدایت.